درود، من آپتینم و اینجا کانال یوتیوب آپتین تاکه. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 3 ماهیه که دارم توی آلمان زندگی میکنم و میخوام تجربه این 3 ماهمو از روز قبل از اینکه پرواز کنم به سمت آلمان تا همین امروز باهات به اشتراک بذارم و ببینی زندگی یه دانشجو توی 3 ماه اول چه شکلیه. آماده ای؟ بزن بریم. خب اول اینو بگم که این ویدیو کاملا دلیه و همین لحظه هر چیزی که به ذهنم بیاد و قراره بهت بگم و هیچ چیز آماده شده ایم ندارم. بزن بریم ببینیم که چی جوریه. ببینید واقعا اگه بخوایم از روز اول قبل از مهاجرت شروع کنیم میتونم بگم میتونه از سخت‌ترین روزای زندگی هر آدمی باشه واقعا. چه دوستای زیادی تو ایران داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه با خانواده‌مون رابطه گرمی داشته باشیم چه نداشته باشیم، اون روزی میرسه که قرار ساکتو جمع کنی و میدونی که قرار همه زندگیت توی یک چمدون 40 کیلویی جا بشه و در نهایت یه 2-3 کیلو هم اضافه بار بخوری. واقعا حس غمگین کننده ای داره. یعنی اینجوریه که تو باید در عرض 1 ماه 1 هفته نمیدونم هر چقدر که طول میکشه که به اون لحظه پروازت برسی همه دوستاتو ببینی، همه خانوادتو ببینی، باهاشون خداحافظی کنی و بدونی که یک مدت طولانی دیگه نمیتونی بغلشون کنی، نمیتونی بوشون کنی و این حسی که باید برای بار آخر ببوسیشون. و بچه صدام یه ذره بغض‌آلود شد، نمیدونم مشخصه توی ویدیو یا نه. چمدونه رو بذاری اون گوشه اتاق، دوستات روز آخر یکی یکی میان، خدافزی، خانواده، چمدونه باید دستگیرشو بگیری و برای آخرین بار با اتاقت خدافزی کنی و بری که یعنی بیای که اون هدفی که احتمالاً ماها و یا حتی سالها براش جنگیدی بهش برسی. خدافزیاتو میکنی، اتاقت برای بار آخر میبینی، سمت فرودگاه میای، احتمالاً بلیتت یه چیزی هولوش 12 شب تا 6 صبح باشه چون حالت عادیش همیشه همین جوریه. تاریکی جاده، شهر، خلوتیش، تا میرسی به فرودگاه و میبینی یک سری آدم دیگه هم اونجان که اونا هم عشق، بغض و خدافزی آخر رو میکنی، همه رو میبوسی، عکس‌ها رو میگیری، میشینی توی هواپیما و اینجا یه اتفاق جالب میفته. در حالی که دلت میخواد که این هواپیما هیچ وقت بلند نشه از روی زمین، دلت میخواد زودتر بلند شه، یعنی در حالی که دلت نمیخواد بلند شه دلت میخواد زودتر بلند شه و همه این احساس ها تموم بشه. حس عجیبیه، هم میخوای بلند نشه هم میخوای زودتر بلند شه که تموم بشه و لحظه آخر رو که میبینی دیگه مجبوری تا حد زیادی دل بکنی از دوست، خانواده، شهر، کشور، از همه چی تا برسی به اون هدفه. و در نهایت هر چند ساعتی که تو راه بودی میرسی تو فرودگاه مقصدت. اولین نفس رو که میکشی برای من اینجوری بود که حس کردم که بالاخره تونستم و بالاخره شد و برای من نفس آزادی و آرامش بود از خیلی چیزا که احتمالاً هممون
درکش کردیم و داریم توش زندگی میکنیم. اگه مهاجرت نکردین یا اگرم در حال مهاجرتین احتمالاً میخواین که به اونو برسین، یا اگرم تازه مهاجرت کردین یا اصلا هر چیز دیگه خوب این حسو درک میکنید که حس میکنید که یه آزادی رو قراره تجربه کنید از بند خیلی چیزا. نفس اول رو میکشین، میرسین. یه اتفاقی اینجا میفته لحظه که میرسین تو فرودگاه. دو حالت داره، یا شما دوست یا آشنا و فامیلی توی اون شهر و کشور دارین که میاد دنبالتون، که واقعا براتون خوشحالم که اگه این اتفاق براتون میفته، یا ندارین و مجبورین مثل من که خب اولین باری بود که وارد آلمان میشدم و کسی رو هم نمیشناختم، نه دوستی نه آشنایی، یه ترس عجیبی هم میاد سراغتون. ترس لذت بخشیه، واقعا لذت بخشه. نمیگم از این بترسین، ولی اگه تنها قراره بیاین، ولی ترس عجیبیه. حس مستقل شدن رو باید همون لحظه حس کنید، در حالی که از نمیدونید با آدما چجوری باید ارتباط بگیرین، فرهنگو نمیشناسین، هیچ جا رو نمیشناسین، باید با اون زبونی که سالها تلاش کردین تمرین کردین دیگه حالا واقعا حرف بزنید، چون دیگه کسی زبون شما رو نمیفهمه. احتمالاً اگه حالا کسی اونجا پیدا نکنید که هم زبون شما باشه، که امیدوارم پیدا کنید، چون مراقب باشین به هر حال، ولی خب میتونید در حد یه آدرس پرسیدن شاید کمکتون کنن و خیالتون راحت باشه. این قضیه هم حل میشه از اطلاعات فرودگاه، از آدمایی که دارن از هواپیما پیاده میشن، احتمالاً همشهری همزبون دیگه هم تو اون هواپیما باشن که به اون مقصد از ایران اومده باشن، یا حالا چند مسیره. به هر حال یکی رو پیدا میکنید که ازش بپرسین، نگران نباشین. مثلا من از تهران با پرواز مستقیم ایرانی رو اومدم فرانکفورت و خب خیلی ایرانی توش بود، خدا رو شکر، کمکم کردن به شدت و حتی کمکم کردن که بتونم بلیت بگیرم، چون بلیت گرفتن سیستمش آلتو آلمان یه مقدار سخته، حالا بعداً در موردش باهاتون صحبت میکنم. ولی در نهایت این کارم انجام میدین، بارتون رو تحویل میگیرین. احتمالاً اگر قراره به آلمان مهاجرت کنید باید توی فرودگاه یه فرمی رو به اسم فرم زول پر کنید که بگین چقدر پول آوردین همراه خودتون، پول نقد و از این چیزا. اینجا یه چیزی رو بگم، امیدوارم قبل اینکه اومده باشین و قصد اومدن داشته باشین بتونید یه خونه خوب برای خودتون پیدا کنید. چرا؟ چون وقتی میرسین اینجا، یک خیلی خسته این، دو حداقل استرس این که یه جایی برای موندن دارم رو نداشته باشین. اگر بتونید خونه از ایران پیدا کنید توی سایت های مثل ویگ گزوخت، حالا سرچ کنید میاره براتون، خیلی به نفعتونه، چون با آرامش میین اینجا. البته مراقب کلاهبردارا هم باشین، در موردش بعداً ویدیو میذارم براتون. ولی اگر پیدا کردین چه بهتر، ولی اگر خونه پیدا نکردین حتما هتل رزرو کنین، چون لحظه ای که میرسین انقدر خسته این که واقعا فکر کردم این که حالا هتل از کجا پیدا کنم به شدت سخته و خیلی ازتون انرژی میگیره، انرژیتون تموم شده. خداحافظی ها، مسیر پرواز طولانی، حسای خوب و بد، سنگینی بار، و حالا تازه میخوای فکر کنی که آقا من کجا برم. خیلی سخته. سوار احتمالاً اتوبوس یا قطار یا مترو یه چیزی میشه که به شهرت سمت اونجایی که میخوای بری زندگی کنی برسی. خونه های جدید رو میبینی، آدم های جدید رو میبینی، قشنگ تعجبه واقعا تو نگاه پیدا. یعنی روز اولی که من رسیدم از آدم ها وقتی آدرس میپرسیدم قشنگ متوجه میشدن که یه حس ترس، تعجب و لذت رسیدم به اون نقطه رو داشتم و خیلی کمکم کردم. احتمالاً کمک شما هم خواهند کرد اگر بتونید اون لحظه خودتون جمع جور کنید، ازشون کمک بخواین، قطعا کمکتون میکنن. نگران این قضیه نباشین. میرسین اولین روز که خونتون رو میبینی یا هتل یا هر چیز دیگه، این ساکر که باز میکنید یه آرامش دوباره بهتون دست میده، خیالتون راحت تر میشه. احتمالاً دلتنگ خانواده هم میشی، اونام هی زنگ میزنن. اینجور مواقع خب یه نکته رو بهتون بگم، از ایران که میاین
سیم کارتتون رو حتما ترابورد بود فکر کنم، نه ترابورد نبود، نمیدونم یه اسمی داشتش که شما اینترنت بین المللی میگیرین، حالا چه ایرانسل چه رایتل چه همراه اول هر چیزی که هستین، اینترنت حتما بگیرین، چون حداقل یکی دو روز اول نیازتون میشه. و امیدوارم که یک شنبه نیاین آلمان، یعنی روزی که میرسین آلمان یک شنبه نباشه، چون هیچ چیز تو آلمان یک شنبه باز نیست به جز چند تا رستوران و حالا یک کلابی جایی. هیچ سوپرمارکتی تو آلمان پیدا نمی کنید که یه چیزی بگیریم حالا بخوریم روز اولی، چیز حتی آماده و اینا. پس اگر یک شنبه میاین حتما خوردنی که خراب نشه توی ساکتون بذارین و با خودتون بیارین. اگر روزهای دیگه میاین اوکی، وقت میکنید برید خرید کنید و خیالتون راحت باشه. بارتون هم با لباس و لوازم الکترونیکی و اینا سنگین نکنید، واقعا نیاز نمیشه. اینجا وقتی میاین همه چیز هستش، خیلی راحت تر هم میتونید بخرید. قیمتش هم واقعا الان دیگه با ایران فرقی نمیکنه، با اون تورم سنگینی که تو ایرانه. پس بارتون رو سنگین نکنید، خیلی چیزا رو اینجا میتونید بخرین. ترجیح اضافه باری که میخواین بدین و اون وسایلشو کم، یعنی من اشتباه کردم که اضافه بار دادم و اومدم اینجا و دیدم خیلی چیزایی که من به خاطرش پول اضافه بار داده بودم و با قیمت خیلی بهتر و اقتصادی تر میتونستم اینجا بخرم. خلاصه بارتون هم سنگین نکنید، صرفا چیزهایی که براتون خاطره است رو بیارین که پیشتون باشه و سیم کارتتون اینترنت بگیرین براش از ایران، حداقل یه 300 مگی داشته باشین، 300 مگ تا 1 گیگ داشته باشین تا حالا میرسین اینجا. بعد اینجا میتونین برین سیم کارت بگیرین. سیم کارتای شارژی هست، سیم کارتای کانترکتی یا قراردادی هم هستش که خب اول بعد خونتون رو ثبت نام کنین، مله کنین اصطلاحاً توی آلمان، حالا بقیه‌اش فرار نمیدونم. میرین حالا سیم کارت هم میگیرین ولی اینترنت اولیه رو داشته باشین. و روزای اول حس خیلی خوبی برای من داشت که توی آلمان برای اولین بار داشتم تو سوپرمارکت ها خرید میکردم، از گوگل مپ مسیرها رو پیدا میکردم. برای من اینجوری بودش که فردای روزی که رسیدم آلمان رفتم شهر رو گشتن و اینجوری مثلا استوریا اینا رو گذاشتم، بعد دوستام اینجوری بودن که خب بذار برسی بعدن. ولی خب واقعا از روزای اولتون استفاده کنید، چون وقتتون کمتر میشه تو زندگی و امیدوارم گم نشین، ولی خونتون رو سیو کنید یا هر چیز دیگه تو گوگل مپ، بعد برین شهر رو بگردین. خیلی تو رویتون تاثیر خوبی داره. بعد با چیزا آشنا بشین، با مغازه آشنا بشین، آدمای شهر رو ببینین. حالا لازم نیست حتما برین باشون سلام علیک کنید، صرفا ببینیدشون، با اون فرهنگشون آشنا بشین. خیلی لذت داره اینم. و اگر دانشجویی دارین میان، یه توصیه خیلی جدی بهتون دارم، حتما روزهای اول معرفی دانشگاه که اگر براتون توری میذاره رو برین. چرا؟ به 2 دلیل. یکی این که دانشگاه رو خیلی بهتر میشناسین و بعداً برای کار اداریتون اذیت نمیشین، کلاساتون رو بهتر پیدا میکنید، میدونید که چجوری برین کتابخونه بگیرین، غذاتون از سلف بگیرین، خوابگاه کجا و 2 این که با دوست آشنا میشین، با آدمایی که میشه باشون دوست شد آشنا میشین و این حس غربته و تنهایی واقعا براتون کمتر میشه نسبت به وقتی که اگه جلسات معرفی رو نرین. قطعا بازم با آدم‌های جدید آشنا میشین، ولی اونجا یه خوبی که داره، با آدمایی که روز اولشون اومدن و با هم دیگه اسم هم دیگه رو میپرسن، حالا از کجا اومدن اینا، توشون میشونید دوست پیدا کنید و احتمالاً آدمای اون کشور بیان، آدمای اینترنشنال دیگه که مثل شما مهاجرن بیان و میتونن براتون دوستای خیلی خوبی باشن و این حرفا. پس روز معرفی اول دانشگاه از دست ندین. و پارتیای اول واقعا حال میده، با آرامش میری اونجا، یه دنیایی از نوشیدنی‌های مختلف و بدون استرس، بدون استرس واقعا میبینی که چقدر اون لحظه داری لذت میبری. و اینو نباید اسپویل کنم ولی تو پرانتز میگم، اگه دوست دارین این تیکه رو 5 ثانیه بزنید جلو، حس میکنی که این همه سال زندگی تو از دست دادی و ما کجاییم اونا کجان.
این حسیه که قطعا توی مهمونی اولی که میری توی دانشگاه یا هر جای دیگه‌ای به دست میده. ببینید دوست پیدا کردن، بریم سراغ دوست پیدا کردن که برای هممون خیلی چیز مهمیه که با آدمایی که میایم اینجا احساس تنهایی غربت نکنیم. ببین قطعا دوست پیدا خواهید کرد، چه اینترنشنال چه از همون ملیتی که بهش، کشوری که بهش سفر کردین. ببخشید. قطعا دوست پیدا خواهید کرد، اما یه توصیه بهتون دارم، این که سعی نکنید خودتون رو به آدم ها بچسبونید، مخصوصا روزای اول که کسی شما رو نمیشناسه، شما فرهنگ اون کشور رو نمیشناسید. من دارم در مورد آلمان صحبت میکنم، کشور دیگر رو نمیدونم. ببینید با حتی کشور دیگه هم فکر میکنم همین باشه. اونا چند سال آدمای اون کشور با دوستای خودشون تو کشور خودشون با گروه دوستی خودشون زندگی کردن و یه رابطه بینشون هست. ما یه کشور دیگه میایم با فرهنگ متفاوت، با اتفاقات مختلف، و این خوب نیستش که به زور برای اینکه آدمای اونجا رو بشناسیم بریم بهشون بچسبیم. به جاش توصیه من، راهی که من رفتم برای من جواب داده، برای شما رو نمیدونم، سعی کنید یه آدم گرمی باشین، خوشرو باشین و خود اون آدما میان سراغ شما وقتی ببینن که شما آدم گرمی هستین. خب این خیلی مهمه، یه ذره سعی کنید گرم باشین و بقیهش حل میشه. نه قرارم، یعنی لازم هم نیستش که برین بچسبین به کسی، مخصوصا اگر پسرین به دخترها و اگر دخترین به پسرای اون کشور. جلوه قشنگی نداره. یعنی چیزی که من تو این 3 ماه دیدم اینه که معذب میشن و حتی بیشتر شما رو از دایره روابطشون حذف میکنن. رابطه چهره گرم خودتون رو نگه دارین، بقیهش حل میشه. یه توصیه مهمی دیگه، یعنی فکر میکنم این مهمترین حرفی باشه که من میخوام توی ویدیوم بزنم، مخصوصا اگر میایین آلمان. خود آلمانیا این فرهنگ رو دارن که آدم‌هایی هستن که تنهایی رو بلدن چجوری تنهایی برن کافه، برن کلاب، تنهایی خوش بگذرونن. اگر هنوز ایرانید و هنوز تو کشور خودمونید یا اصلا هر کشور دیگه که الان داریم ویدیوی منو میبینید فارسی زبونید، تنهایی لذت بردن رو تمرین کنید، یاد بگیرین و بعد مهاجرت کنید. یاد بگیرین چجوری تنهایی کافه برین، تنهایی سینما برین، تنهایی رستوران برین و برای خودتون غذا سفارش بدین. این خیلی کمکتون میکنه. همسایه‌مه داره باغبونی میکنه، داره گلاشو درست میکنه. بخشید زندگیه بالاخره. این هم خودش یه بخشی از تجربه است که تو با آدمای جدیدی داری زندگی میکنی. همسایه من صابخونه منه در واقع و آلمانیه. آره داشتم میگفتم تنهایی بودنه رو یاد بگیرین، چون این فقط در مورد مهاجرایی مثل من و شما نیست. خودشون هم این فرهنگ رو دارن که تنهایی کافه برن، تنهایی از زندگیشون لذت ببرن و شما هم به عنوان یک مهاجر باید یاد بگیرین، چون شما تنهایی مهاجرت کردین در نهایت در 90% مواقع و مهمه که یاد بگیرین. بخش بعدی بعد تنهایی مهاجرت کردنه که زندگی کردن تنهایی، مسافرت رفتن تنهاییه. من 3 ماهی که اینجا بودم رو بخش اصلی این 3 ماه هم توی بخش تفریح هم منظورمه تنها گردی یا سولو تراولینگ بوده. تنهایی مسافرت رفتم 3 تا شهر 4 تا شهر مختلف و من تنهایی رفتم مسافرت کردم. از این قضیه نترسین. شما تنهایی اومدین یه کشور دیگه، حالا تنهایی از تو اون کشور بخواید یه شهر دیگه رو برین، واقعا تنهایی چیز عجیبی نیست، چیز ترسناکی نیستش. اگر میتونید این و یه جایی حس کردین که نیاز به سفر دارین و کسی رو پیدا نمی‌کنید که باهاش برین به مسافرت، تنهایی برین و لذت ببرین، هیچ ترسی هم نداره. مراقبت کنید از خودتون، بقیه‌اش حل میشه. یه چیز دیگه در مورد آلمان از روزهای قبل از اومدن بهتون بگم، بیمه درمانی رو برای ثبت نام تو دانشگاه حتما نیاز داریم، ولی خب
به هر حال حواستون باشه که باید بیمتون هم زود بگیرین. این خیلی چیز مهمی بود که تنهایی زندگی کردن رو یاد بگیرین، تنهایی لذت بردن از زندگیتون رو در واقع. و یه چیز دغدغه خیلی از مهمی که ما دانشجوها وقتی مهاجرت میکنیم داریم، اگر بورسیه هم دارین حتی این دغدغه‌تون خواهد بود، اونم کار پیدا کردن دغدغه اصلی تمام ما مهاجرای دانشجوییه. چون یه تمکن مالی رو میاریم، به ما گفتن این تمکن مثلا برای آلمان 11208 زمانی که من اومدم اینقدر مبلغش بود. بعد انتظار مثلا میره که این پول 1 سال بمونه برای ما. نه، این تفکر کاملا غلطه. این پول نهایت در بهترین حالت برای شما 6 ماه تا 9 ماه بمونه، بس 1 سال نمیکشه. امکان نداره شما بتونید این پول رو تا 1 سال نگه دارین، مگه اینکه دیگه یه جوری زندگی کنید که حداقل سبک زندگی من و خیلی آدمای دیگه که نبودن نباشه و این که تمکن مالتون تموم بشه خیلی چیز خطرناکیه. و به خاطر همین کار پیدا کردن همیشه دغدغه اصلی ما. برای کار پیدا کردن تو آلمان، مخصوصا اگر شهرتون هم جزو شهرهای تقریبا میشه بگی چند ملیتی که آدمای انگلیسی زبون هم توش هستن یا آدمای به زبان کشور دیگه‌ای نباشه، کار پیدا کردن براتون سخت‌تر هم خواهد شد، حتی اگر زبان انگلیسی بلد باشین. حتی اگر زبان آلمانی بلد باشین. اما تجربه من رشته‌ای که اینجا اپلای کردم ارشد اقتصاد رفتاریه و کل درسام به زبان انگلیسی تدریس میشه. ولی خب اول هم اینجوری شروع کردم که برای کارهایی که قبل به رشتم نزدیک تره یا تو ایران قبلا انجام میدادم رو پیدا کنم. من تو ایران پروداکت منیجر یا مدیر پروژه یا مدیر محصول بودم. اینجا هم سعی کردم که برای این کار رو اپلای کنم. آلمانی رو هم تو ایران تا یه سطحی خونده بودم، فکر می‌کردم میتونم اینجا اون کارها رو تو همون سطح پیدا کنم. بعد هی رد شدم و این رو هم بدونید که کار پیدا کردن به این آسانی نخواهد بود. حتی اگر زبان آلمانیتون خیلی خوب باشه، پذیرش به زبان آلمانی گرفته باشین، مدرک C1 داشته باشین، قطعا کارتون راحت‌تر خواهد شد، ولی به این آسونی هم نخواهد بود، مخصوصا تو ماهای اول که خب تو رزومتون مشخص تازه اومدین، سابقه کاری تو آلمان ندارین یا تو هر کشور دیگه که حالا قراره مهاجرت کنین. ولی اینکه آلمانی بلد باشین توی کار پیدا کردن خیلی کمکتون میکنه. میگم من شروع کردم اول برای شرکت ها اپلای کردن، بعد اومدم پایین و شما هم همین کارو کنید، شانستون رو امتحان کنید اول برای شرکت های بزرگتر، بعد در نهایت بیایم پایینتر. از کار پایینتر که میگم منظورم کارهایی که از رزومتون دورتره یا از رشته‌تون دورتره. الان خیلی از بچهای دانشجو توی شرکت ها کار نمی کنیم ما اینجا، توی سوپرمارکت ها، توی کافی شاپ ها، توی رستوران های مثل مکدونالد، برگر کینگ. و من کاری که پیدا کردم میتونم بگم یه مقدار خوش شانس بودم توی پیدا کردن این کار و اون مقداری که آلمانی میتونستم حرف بزنم خب کمکم کرد. و کاری که من الان دارم تو آلمان بعد از 3 ماه یعنی تو بعد از 1 ماه و نیم یا 2 ماه بعد 2 ماه پیدا کردم. من الان دارم توی فروشگاه لباس بزرگ که هم بخش مردونه داره هم بخش زنونه داره به عنوان فروشنده لباس کار میکنم. خیلی از دوستام اینجا دارن توی سوپرمارکت ها کار میکنن، توی مکدونالد کار میکنن و حقوقمون هم حقوق پایه است. چون دارم تجربه‌مو بهتون میگم باید مبلغم بهتون بگم که حقوقم چقدر. توی آلمان شما تا 20 ساعت میتونید کار کنید هفته‌ای، این نکته خیلی مهمیه. و مینیمم حقوق هم در حال حاضر 12.40 یا 12.45 نمیدونم، من دارم 12.5 حقوقی ساعتی میگیرم. یا حالا محاسبات کم و زیادش رو خودتون انجام بدین ببینید چقدر میشه. 20 ساعتش رو در هفته میشه تقریبا، اگه 20 ساعت کامل بریم و پر کنید
میشه 240 تا و ماهش میکنه هیچ لولوش 900 خورده. این صرفا هزینه های روزمره زندگیتون رو کاور میکنه، یعنی به پس انداز فکر نمی کنم برسین، یعنی حداقلش اینه که دست به تمکنتون نزنید. بعد اینکه یه سوال مهمی که ما همیشه قبل از مهاجرت و حتی بعد از مهاجرت باش مواجهیم اینه که در مورد آلمان حرف میزنم این بخشو، اینکه آدماش با مهاجرت چجوری هن و آیا اون اصطلاحی که بهشون نسبت میدن واقعا همون جوریه یا نه. ببینید این قضیه رو خب ممکنه پیش بیاد براتون، یعنی ممکنه با همچین آدم‌هایی مواجه بشین. من تو این 3 ماه همچین تجربه رو نداشتم، با آدم‌های زیادی هم در ارتباط بودم تو این 3 ماه، ولی تجربه مستقیمی از این اتفاق که از اون آدم‌های آلمانی برخورد بدی با هم داشته باشن حداقل من تا الان نداشتم. و همیشه هم با این یعنی حالا نمیگم نداشتم ولی اگر اتفاقی هم افتاده همیشه یک چیز تو ذهن من اومده و این رو هم شما بذارین سرلوحه زندگیتون توی مهاجرت. و اگر حس بدی از کسی گرفتین، مثلا از آدمای همون کشور، همیشه به خودتون یادآوری کنید که این شما و من و کسایی که مهاجرت کردن بودن که جنگیدن تا به اون نقطه و اون کشور برسن و اگر لیاقتش رو نداشتیم نمیتونستیم مهاجرت کنیم. یه بخشیش خب شانسه، یه بخشیش پوله، با هم تعارف نداریم چون باید تمکن مالیش جور کنی، ولی خب یه بخشیش هم اون توانایی اگر تحصیلی میاین یا کاری میاین. پناهندگی رو من کاری ندارم، میشه یکی تصمیم، نمیگم کار بدیه یا خوبیه، میگم من کاری به اون قضیه ندارم، ولی اگر شما کاری یا تحصیلی اومدین لیاقتش رو داشتیم منم همین برای زبانش برای زبان خوندن تلاش کردیم، برای درس خوندن و برای تجربه کاری رو به دست آوردن تلاش کردیم. پس جای ما همینجاست، قوی محکم، واقعا قوی باشیم، محکم باشیم. من خودم سعی میکنم که همینجوری قوی و محکم بمونم. تجربه 3 ماه هم بوده این که باید اعتماد به نفس داشته باشی. آدم ها وقتی میبینن که شما اعتماد به نفس دارین به خودشون اجازه نمیدن که به شما توهین کنن، ولی کافیه یه مقدار از اون اعتماد به نفستون حس کنن که اومدین پایین تر و اونجا ممکنه رفتارهای بدی ببینید یا حالتون خراب بشه، حتی از کوچکترین چیزها. این چیزایی بودش که به نظرم خیلی مهمه که قبل از مهاجرت بدونید و با دید باز مهاجرتتون رو انتخاب کنید. یه چیز رو یادم رفت الان یادم اومد که بهتون بگم، این که وقتی میرسید و مهاجرت میکنید همه بلا استثنا، مهم نیستش که آدمای اون کشور باشن یا اونا هم مهاجر باشن یا اصلا مهاجرای نسل بعدی باشن که اینجا به دنیا اومدن، ازتون میپرسن که چرا مهاجرت کردین، سبک زندگیتون اونجا چطور بود، سبک از این دست سوالا. اینا رو بر پایه فضولی نذارین اول، چون آدم ها کنجکاو میشن در مورد شما بدونن و سعی کنید همیشه یک جواب منطقی و خوب توی ذهنتون باشه و آماده باشید برای همچین سوالی، مثل چرا اومدی اینجا، هدفت چیه، مثلا کشور ما رو اصلا میشناختی، چرا این کشور رو انتخاب کردی. این سوالی که قطعا خواهید شنید. پس سعی کنید واقعیت و صادقانه حسی که دارین، چون آدما میفهمن که دارین دروغ میگین. اصطلاح ما ایرانیه دیگه، پاچه خاری و اینا نکنید از کشورشون، چون میفهمن. واقعیت رو بگین که آقا چرا اومدیم، تحصیل برای تحصیل اگه اومدیم برای تحصیل، اگر برای کار اومدیم که آقا بازار کار خوب بهتری برای ما اینجا وجود داشته، و اگر دلیل دیگه هم داشتید خب دلیل واقعیتون رو بگید. البته صادق این که مثلا سفره دلتون رو باز کنید نه، اونجوری هم نه، ولی صداقت همیشه جواب میده.
میگم یه جواب منطقی، نه احساسی، نه دروغ، نه هر چیزی، یه جواب منطقی و صادقانه. این چیزی بود که من تجربه 3 ماه اول من بود. من با این چند وقته خب دوستای زیادی پیدا کردم، تفریحمو کردم، کافه، مسافرت، سینما رفتن توی کشور آزاد خیلی حال میده. دیدن فیلمای بزرگ دنیا رو پرده سینما با آدمایی که اونجا خیلی حال میده. من اولین فیلمی که اینجا دیدم توی آلمان پاندا کنگ فو کار 4 بود و واقعا رویام بودش که یعنی خیلی پاندا کنگ فو کار دوست داشتم، واقعا رویام بود که بیام اولین کاری که تو آلمان توی، یعنی من واقعا میتونم بگم روز دوم سوم پشت دارم رفتم سینما که پاندا کنگ فو کار رو ببینم، انقدر برام دوست داشتنی و مهم بود. این تجربه 3 ماه زندگی من توی آلمان بود. مرسی که تا اینجا همراه من بودی. اگه سوالی داری توی کامنت ها ازم بپرس، نظر، پیشنهاد، هر چیزی. لایک و سابسکرایب چنل یادت نره. قراره بیشتر با هم حرف بزنیم. سعی میکنم که چیزایی که تجربه میکنم باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی دوستتون دارم. اینستامم فالو کنید. optin_on_way optin_on_way با 2 تا آندرلاین. اینجا تو کپشنم میذارم آیدیشو. خیلی دوستتون دارم. بدرود.